سلام، صبحتون بخیر. الهی که حال دلتون عالی باشه. الهی که حال تک تک سلولهای بدنتون متعالی باشه. به روز 14 دوره بی‌نظیر سپاسگزاری، همون روزی که قراره با همدیگه و کنار همدیگه یک روز بانشات رو تجربه کنیم، خوش اومدید. آره، درست متوجه شدید. درس امروز راجع به یک روز بانشات داشته باشیده. برای اینکه ما بتونیم توی زندگی هامون یه روز بانشات رو تجربه کنیم، باید برای تمام طول روز، باید برای تمام اتفاقها و کارهایی که قراره توی اون روز انجام بدیم، قبل از شروع اون روز و قبل از انجام اون کار سپاسگزاری کنیم. برای داشتن یه روز بانشات، یه روز شاد، کافیه که قبل از شروع روز به تمام برنامه‌هایی که قراره توی اون روز انجام بدیم فکر کنیم و بابتشون بگیم خدای شکرت، خدای ازت ممنونم، خدای ازت سپاسگزارم که همه کارهام خیلی عالی، خیلی خوب پیش رفته. این ساده ترین کاریه که ما میتونیم انجام بدیم برای داشتن یک روز بانشات. خیلی هم ازمون وقت نمیگیره ها. قابل توجه اون دسته از عزیزانی که میگن ما وقت نداریم، وقت خیلی زیادی نمیخوایم ازتون. فقط کافیه چند دقیقه این تمرین رو انجام بدید. قانون انتظار میگه شما منتظر هر چیزی که باشید براتون اتفاق میفته. پس وقتی که قانون انتظار این رو میگه، ما باید سعی کنیم که این قانون رو توی زندگیمون توی تک تک لحظه هاش پیاده کنیم و اول صبح وقتی که بیدار میشیم بابت خوب پیش رفتن تک تک کارهایی که قرار اون روز انجام بدیم سپاسگزار باشیم و این شکلی داریم پیشاپیش انرژی های مثبت میفرستیم و قطعا این انرژی های مثبت و حس خوب و عالی که داریم توی همین لحظه تجربه میکنیم به شکل اتفاقهای مثبت به زندگی هامون برمیگرده. حالا میخوام یه مثال بزنم ببینیم که داستان این یک روز بانشات چیه توی زندگی هامون. حتما شنیدید که میگن فلانی از دنده چپ بلند شده. شاید خودتون هم این رو تجربه کرده باشید. بدون شک هممون داشتیم روزهایی که از دنده چپ بلند شدیم. این از دنده چپ بلند شدن یعنی چی؟ یعنی حس و حال خوبی نداریم، مثلا حوصله انجام هیچ کاری رو نداریم. توی پایین ترین سطح ممکن هست انرژی های درونیمون، اصلا انرژی نداریم، رمق نداریم، حوصله نداریم. چرا ما این شکلی میشیم؟ وقتی که ما با یه حس و حال خیلی بدی خوابیده باشیم، انرژیمون توی سطح پایینی باشه و با همون انرژی به خواب رفته باشیم، نه تنها خواب راحتی رو تجربه نمی کنیم، نه تنها با آرامش نمی خوابیم، نه تنها خواب عمیقی رو تجربه نخواهیم کرد، بلکه صبح هم با یه حس و حال خیلی بدی از خواب بیدار میشیم. وقتی هم که با یه حس و حال خیلی بدی از خواب بیدار بشیم، نتیجه چی میشه؟ مثل همون موقعی که از دنده چپ بلند شدیم، تمام اتفاقهای اون روز رو تحت تاثیر قرار میده، تمام کارهای اون روز رو تحت تاثیر قرار میده و نمیتونه کارهامون خوب پیش بره. اصلا کارهامون خوب پیش نمیره. بعد برمیگردیم میگیم ای بابا، اصلا من امروز از دنده چپ بلند شده بودم، هیچ کاریم درست پیش نرفته. برای اینکه ما از دنده چپ بلند نشیم و از دنده راست بلند شیم، حس و حال خیلی خوبی داشته باشیم، بخندیم، شاد باشیم و لحظه هامون رو با عشق سپری کنیم، یه تمرین خیلی جانانه داشتیم به اسم تمرین فکر سازنده. توی این تمرین هر شب ما به بهترین اتفاقهایی که توی اون روز تجربه کردیم فکر میکنیم، حسشون میکنیم، دوباره زندگیشون میکنیم و از بین همه اون اتفاقهای خوب یه اتفاق خیلی 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 خوب رو
دوباره برای خودمون بازنگری میکنیم، دوباره بازنویسی میکنیم، دوباره زندگیش میکنیم و این شکلی با حس خوب میخوابیم، خواب خیلی خوبی رو تجربه میکنیم، صبح هم با حس خیلی خوبی بیدار میشیم. و برای اینکه این حس خیلی خوبه توی تمام روز ما گسترش پیدا کنه، یه تمرین خیلی بی‌نظیر دیگه داریم توی این دوره و اونم تمرین شمارش نعمت‌ها، شمارش موهبت‌ها. وقتی که من با فکر کردن به نعمت‌هایی که توی زندگیم دارم حسم رو خوب می‌کنم، وقتی که من در طول روز سعی میکنم تمرکزم رو، توجهم رو ببرم سوی داشته هام و حسم رو عالی میکنم، خب قطعا این حس خوبه توی تک تک لحظه های اون روز گسترش پیدا میکنه و باعث میشه که من بتونم حس و حال خیلی خوبی رو توی تمام اون روز تجربه کنم. و حالا وقتی که میخوایم یه روز خیلی بانشاد تجربه کنیم، وقتی که میخوایم یک روز خیلی بانشاط برای خودمون بسازیم، میایم به تمام کارهایی که قراره توی اون روز انجام بدیم قبل از این که انجام بدیم. صبح که بیدار شدیم فکر میکنیم و بابت خوب پیش رفتنش خدا رو شکر میکنیم. بعضی از ماها عادت داریم که روزانه کارامون رو مینویسیم، یه لیست کارهای روزانه داریم. بعضی هم این کار رو انجام نمیدن. من توصیه میکنم به نوشتن رو خیلی دوست دارم و این نوشتن خیلی تأثیر بسزایی توی تک تک لحظه های زندگیمون داره، چه نوشتن منفی ها و چه نوشتن مثبت ها. بعد از اینکه لیست روزانمون رو نوشتیم، من که همیشه لیستم رو شب قبل می نویسم. صبح زود که بلند شدیم به لیستمون یه نگاهی بندازیم و بگیم خدای شکرت که این کار خیلی خوب پیش رفت، خدای شکرت این کار خیلی عالی پیش رفت، خدای ازت ممنونم که اون برنامه‌ای که داشتم اجرا شد، خدای ازت بی نهایت سپاسگزارم بابت اینکه فلان کار اداریم خیلی راحت، آسون و خیلی جذاب پیش رفت. کلمات توی زندگی های ما تأثیر خیلی بسزایی دارن. ای کاش بدونیم که چقدر کلمات ارزشمندن و وقتی که برای خودمون می نویسیم از کلمات زیبا، دوست داشتنی، جذاب و کلمات پرمحتوا استفاده کنیم تا همون کلمات رو در طول روز زندگی کنیم. وقتی که ما بابت خوب انجام رفتن کارهامون قبل از اینکه اصلا روزمون شروع بشه سپاسگزاری میکنیم، ناخودآگاه داریم راههای خیلی زیادی رو باز میکنیم. این همون قانون انتظاره. منتظر هر چیزی که باشیم برامون اتفاق میفته. پس بهتره منتظر چیزهایی باشیم که دوست داریم، نه خدای نکرده منتظر چیزهایی که دوست نداریم. خیلی از ماها وقتی که صبح بلند میشیم بریم سراغ انجام کارهامون، میگم من که میدونم این انجام نمیشه، حالا من دارم میرم. خب چرا با این حس من از خونه بزنم بیرون؟ قطعاً این حس منفی اجازه نمیده کارهام خوب پیش بره و ما دیگه قراره مثل آدم‌های دیگه زندگی نکنیم. ما قراره مثل آدم‌های 1% زندگی کنیم با فکر متفاوت و حس متفاوت تا بتونیم نتیجه خیلی متفاوتی رو با آدم‌هایی که دور و برمون هستند بگیریم. بعد از اینکه بابت خوب انجام پیش رفتن کارهامون سپاسگزاری کردیم، حسمون رو خوب کردیم، انرژی هامون رو مثبت کردیم، میگیم خدای شکرت بابت خبر خیلی خوبی که قرار امروز بهم برسه. خدای شکرت بابت خبر خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای که قرار امروز بهم برسه. خدای ازت بی نهایت سپاسگزارم بابت خبر خیلی خوب و فوق‌العاده‌ای که قرار امروز بهم برسه. مطمئنم و ایمان دارم که تمرین ها رو همونطوری که بهتون میگم انجام میدید و مطمئناً بعد از پیش رفتن این همه روز میدونید که این تمرین ها چه تأثیر بسزایی رو توی زندگی هامون میذاره، توی تک تک سلول های وجودیمون. این چند وقته که
مدام پشت سر هم دارم این تمرین ها رو انجام میدم به بهانه های مختلف. امروز به بهانه بودن در کنار شما دوستان جانم، سری قبل به بهانه بودن در کنار بچه های عزیزی که توی پیج همراهمون هستن، قبل از اون به بهانه بودن در کنار بچه های تیممون، هر بار به بهانه‌ای و میبینم که چقدر حسم، چقدر انرژیم متفاوته و چقدر شرایط داره فوق‌العاده پیش میره و از خدا میخوام که تک تک لحظه هاتون پر بشه از معجزه.